برای در سیستم ERP مکتب.uz خوانندگان را از یک صنف به دیگر صنف گذراندن کارهای زیرین را اجرا کردن لازم است. از منوی o'quvchilarni boshqarish amali o'quvchini maktabga qabul qilish intihob qilinishi. Dar natija oyni o'quvchini maktabga qabul qilish hosil mishad. Az oyni o'quv yili soli xonishi 2020-2021 ro intixobnomada tugmachi qidirish pxsh qilinishi. در نتیجه صنف هایی که در سال خونشی 2021 موجود بودند در اکنون حاصل می شود. از آنها مثال صنف دیم وی را برای سال خونشی 21-22 همچون صنف سیم گذراندن یک کم اینا بیکار میکنه. بیکار قلش تصدیقلاش. اکنون اتمینیون حاصل شد. اکنون با واسطه تugmachi qalamcha ya'ni o'zgartirish یک marotaba pxsh کرده می شود. o'quv yili oyni o'quv yili 2021-2022 میکنیم. maktab sinflari deyimi seyimi v میکنیم. این دیمش هم sinfi seyim نوشته. از آن tugmachi saqlash یک marotaba pxsh کرده می شود. در نتیجه این صنف در سال خونشی 2021 و 2022 و صنف سیم گذشت. یعنی 2021 این صنف گم کرده شد. اکنون از این آینه 21 و 22 سال خونش رو انتخاب نموده tugmachi قدرش را زیر کنند. همینجا صنف دیم سیم و حاصل شد. اکنون اون رو تصدیق می نمایید. برای این اون تصدیقلاش و جد موفقیتلی تصدیقلاند. یعنی در سال خونشی 21 و 22 صنف سیم و حاصل کرده شد.